در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر دوره ولایتی فستیوال گلها تحت عنوان سیر گل لاله با اشتراک معاونان رئیس ولایت و نمایندگان 25 شهر و نواحی ولایت ختلان برگزار گردید. این تدبیر زیبای فرهنگی که در موضع خوشباد و هوای میدان 70 سالگی وادی وخش انتخاب گردیده بود به خود قبای ادانه به بر کرده هر قدم این مکان به گل و میسزار تبدیل یافته است. سرایندگان و نوازندگان، هنرمندان و مصوران، کودکان خوشبخت دیار و بانوان و جوانان خودآگاه با آمادگی خاصه اشتراک نموده در این موضع خوشباد و هوا که آن را لاله‌های رنگارنگ تراوت می‌بخشیدند برآمد نموده از این نفاست و زیبایی رنگارنگی طبیعت ناتکرار این گوشه افسانوی الهام تازه گرفته یکی به تصویر گل‌های نورسته و دیگری به تولید شعر و ترانه و آهنگ نو خوشی و خرسندی می‌کردند. هدف از برگزاری این فستیوال مذکور پیش از همه بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، فرهنگ و جهانبینی، بیدار نمودن ذوق زیبایی پرستی در ذهن ساکنان مملکت، آباد و زیبا نمودن هر یک خانه، کوچه، محله، دهه، ناحیه، شهر، ولایت و جمهوری بوده به استقبال سزاوار جشن استقلال کشور بخشیده شده است. مورد ذکر است که به اطلاع مسئولین تا این دوره جهت زیبا گردانیدن مرکز ولایت، شهر و ناحیه ها و گلگشت ها 5 میلیون و 243 هزار بیخ گل گلبوته ها از جمله 647487 دانه گل لاله، 888475 بیخ گل صدبرگ و 3 میلیون و 707 هزار بیخ گل های موسمی شنونده شده است. باغی به باغ عاشقان خندنی سار، شاخی به شاخ مرغکان دوست و کنار، بوی بهار میرسد بوی بهاره، بوی بهار میرسد بوی بهاره. ضمن سخنرانی معاون یکم رئیس ولایت ختلان میرزازاده مظفر از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت اشتراکداران را خیر مقدم گفته افزود که برگزاری فستیوال مذکور بهره وسعت دادن کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی در شهر و ناحیه ها، جماعت‌های شهرک و دهات، دهه و محله ها همزمان جهت تشویق و ترغیب و دسترس نمودن تجربه پیشقدم گلپروری و زیبایی پرستی با اهالی مساعدت می‌نماید. در حقیقت دیدن منظره‌های زیبا به کس روح و الهام تازه بخشیده طبع بیننده را بالیده می‌گرداند. تشکیل چنین آزمون و فستیوال‌ها و چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی و آموزشی و فرهنگی امکان می‌دهد که بیشتر ساکنان به کارهای آبادانی و کبودیزارکنی جلب گردیده در بلند برداشتن ذوق استتیکی، فرهنگ شهرداری و سطح معرفت اکولوژی ساکنان، تازگی محلی زیست و بنیاد نمودن گلگشت و خیابان‌های گلبسر و گلپوش مساعدت می‌نمایند. گلپروران و اشخاصی که به این عمل زیبا مشغولند در چنین واخوری و چاره‌بینی‌ها می‌توانند از تجربه همدیگر برخوردار گردیده نوهای گوناگون لاله را در محل زیست خود پرورش نمایند. در آخر به غالبان فستیوال مذکور که از روی یک چند نامیناسی‌ها معین شدند از طرف کمیته تدارکات با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند.